سلام، وقت شما بخیر دوستان. امروز چلو مرغ داریم با تحچین زعفرانی. خب همونطور که میبینید مرغا رو یه مقدار با آب جوشوندیم و حالا این شکلی شده. اینم روبه گوجه است که به عنوان سسش میخوایم داخل آبش بریزیم که یه پیاز ریز رو رنده کردیم با روبه گوجه تفت دادیم. البته نباید زیاد تفت بدید و به این حالت در اومده. اینم که فلفل دلمه، پیاز، هویج و سیر هستش. سیرا چون زرده داخل فریزر بوده. اینم که برگ بوه داخل تور انداختیم برای اینکه بوی مرغا رو بگیره. اینم که پیاز. خب حالا با ما همراه باشید، در ادامه بهتون میگم چیکار کنیم. خب دوستان همونطور که میبینید برای تحچین زرده تخم مرغ با زعفران حل شده رو قاطی کردیم. اینم که ماسته، الان میخوایم همش بزنیم که برای تحچین استفاده کنیم. اینم زعفران با زرده تخم مرغ و ماست که قاطیش کردیم و به همچین بافتی رسیدیم. خب دوستان مرغامون رو داخل یه کمی روغن تفت میدیم تا طلایی بشه. خب بچه ها اون یه دونه پیازمون رو به این مرغامون اضافه میکنیم که خوردش کرده بودیم. زردچوبه میزنیم. نمک. خب حالا مواد دیگرمون رو اضافه میکنیم. فلفل دلمه، هویج، اون پیازا و سیر. و برگ بومون هم اضافه میکنیم. برگ بو رو داخل تور گذاشتیم که بعدا بتونیم به راحتی جداش کنیم. خب حالا آب جوش رو اضافه میکنیم. حالا درش رو میبندیم. چند قل که خورد سسمون رو اضافه میکنیم.